سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه نگاه عمیق بندازیم به ایده های اصلی کتاب 7 عادت افراد بسیار مؤثر از استیون کاوی. از روی مروری که برامون فرستادید، هدفمون اینه که نکات کلیدیش رو بکشیم بیرون. این کتاب خب ادعاش اینه که با تغییر عادت‌ها میتونیم خیلی مؤثرتر باشیم، هم تو زندگی شخصی، هم کار، هم روابط. بیایید بازش کنیم ببینیم چیه. آره، نکته جالبش اینه که این 7 عادت چجوری روی هم سوار میشن. یه مسیر میدن برای اینکه هم خودمون بهتر بشیم، هم روابطمون با بقیه. اساس کارم تغییر نگرش و رفتاره. عالیه. خب بریم سراغ اولیش. پیش قدم باشید. یعنی کنترل زندگی دست خودت باشه، دنبال مقصر نگردی. این ایده که مسئول انتخاباتت خودتی به نظرتون چقدر اساسیه؟ ببینید این دیگه پایه کاره. یعنی از واکنشگرایی در بیایم و کنشگر بشیم. یعنی شما فرمون زندگی دستتونه، نه اتفاقات بیرون. پس این یه جورایی پذیرش مسئولیته. خب عادت دوم چی؟ با پایان در ذهن آغاز کنید. یعنی قبل هر کاری بدونید تهش میخواید به چی برسید، مثل مقصد سفر. دقیقاً. اهمیتش اینه که اول ارزش‌ها و اهداف اصلی زندگیت رو تعریف کنی. اون پایان که میگیم همینه. بعد تمام کارها جهت پیدا میکنه به سمت همون. فهمیدم. پس اول نقشه راه رو مشخص میکنی و این خب طبیعیه که برسیم به عادت سوم. اول کارهای مهم یا همون اولویت بندی. اینم حتما به دومی وصله دیگه. بله، کاملا. این عادت در واقع اجرای اون دوتای اوله. یعنی تو دنیای واقعی بین 1000 که کار تشخیص بدی کدوما واقعا مهمن. یعنی به اون پایان نزدیکت میکنن و وقت و انرژیت رو بذاری پای همونا. مرور خیلی روی فرق مهم و فوری تاکید داره. آهان، پس مدیریت خودمون نه صرفا مدیریت زمانمون. خب این سه تا انگار بیشتر روی خود فرد کار میکنن. چطور به دنیای بیرون و بقیه وصل میشن؟ خب اینجا وارد مرحله تعامل با دیگران میشیم. عادت چهارم، برد فکر کنید. این دیگه یه شیفت ذهنی اساسیه. خلاصه میگه به جای اینکه فکر کنی برای اینکه من ببرم تو باید ببازی، که بهش میگن ذهنیت کمیابی. آره، اون نگاه رقابتی همیشگیه. دقیقاً. به جای اون دنبال راهی باشیم که همه سود کنن. این میشه ذهنیت فراوانی. یعنی باور داشته باشیم که میشه راهی پیدا کرد که برای همه خوب باشه. خب این خیلی خوبه، ولی رسیدن بهش تو عمل سخته ها. راهی هم برای رسیدن به این تفکر برد پیشنهاد شده؟ بله، و مستقیم میرسیم به عادت پنجم. اول سعی کنید بفهمید، بعد دنبال این باشید که فهمیده شوید. خیلی قشنگ تو منبع اومده که کلید اصلی اون تفکر برد گوش دادن همدلانه است. گوش دادن همدلانه یعنی چی دقیقاً؟ یعنی واقعاً تلاش کنی دنیا رو از دریچه چشم طرف مقابلت ببینی. عمیقاً بفهمی چی میگه و از کجا داره میگه قبل از اینکه بخوای نظر خودت رو بگی یا دفاع کنی. وای چقدر این مهمه، مخصوصاً الان که همه سری میپرن وسط حرفم و میخوان جواب بدن. پس اول فهمیدن، بعد حرف زدن. دقیقاً. این اعتماد میسازه و زمینه رو آماده میکنه برای عادت ششم، همافزایی یا سینرژی. سینرژی یعنی چی؟ یعنی وقتی آدم‌ها با اون ذهنیت برد و با درک متقابل کنار هم کار میکنن، نتیجه کارشون چیزی خیلی بیشتر از جمع توانایی‌های فردیشونه. منبع میگه اینجاست که 1 به علاوه 1 میتونه بشه 3، 4 یا حتی بیشتر. آها، یعنی از تفاوت‌ها به جای ترسیدن استفاده خلاقانه می‌کنیم تا به راه حل‌های بهتری برسیم که تنهایی نمیتونستیم. دقیقاً همینه. اوج همکاری خلاقانه است. خیلی جالبه. خب حالا این همه دستاورد رو چطور حفظ کنیم؟ چطور ادامه بدیم؟ اینجاست که عادت هفتم میاد وسط. اره رو تیز کنید. این یعنی دائما خودتون رو بازسازی و تقویت کنید تو 4 تا بعد اصلی که منبع گفته: جسمی، ذهنی، اجتماعی عاطفی و معنوی. پس این واسه شارژ کردن باتریه؟ آره، یه جورایی. این عادت اختیاری نیست، لازمه پایداری اون 6 تای دیگه است. سوخت موتوره.
اگه این نباشه بقیه‌ش هم کم کم از کار میفته. فهمیدم. پس یه چرخه مداومه. خب منبع هم میگه این کتاب به درد همه میخوره، از دانش آموز و پدر و مادر بگیر تا رهبران سازمانا. کمک میکنه قوی‌تر بشیم، آرامش بیشتری داشته باشیم و بهتر تصمیم بگیریم. بله، چون اینا اصول پایه‌ای اثر بخشی هستن. خب با مرور این نکات چی بیشتر از همه تو ذهن شما موند؟ این 7 عادت انگار یه نقش راه میدن، از وابستگی به دیگران به سمت استقلال و بعدش به یه هموابستگی سازنده. قدرت اصلیشون همونطور که گفتیم توی عمل کردن مداوم بهشونه، نه فقط دونستنشون. راستش از بین اینها کدوم یکی حس میکنید الان بیشتر به درد چالش‌ها یا هدف‌های خودتون میخوره؟ سوال خوبیه و یه فکر نهایی هم برای شمایی که دارید گوش میدید. فرض کنید فقط یکی از این عادت‌ها رو انتخاب کنید. فقط یکی و سعی کنید این هفته آگاهانه تمرینش کنید. این تمرکز کوچیک چطور میتونه نگاهتون رو به یه مسئله یا یه هدف خاص تغییر بده؟ این نگاه ما بود به ایده‌های کلیدی مرور کتاب 7 عادت افراد بسیار مؤثر. ممنون که با ما بودید.